خب ما یک ضرب المثل مشهور داریم در افغانستان که میگوید از 100 خویش یک همسایه بیش. یعنی از 100 خویش یعنی فامیل یا اطرافیان، یک همسایه بیش. یعنی اگر همسایه خوبی داشته باشید از 100 تا خویش یا 100 تا اقوام بهتر است. این چیزی که برای همشیره ما کوثر خانم اتفاق افتاد. رسالت عزیز، باور کنید بارها اتفاق افتاده، چه در اسپانیا چه در لندن. ما نمیدانیم که همسایه ما کی هست. یعنی ما از او همسایه‌ای هستیم که من افتخارم میکنم که بعضی وقتا ساعت 10 شب، بعضی وقتا صبح زود ساعت 7 صبح همسایه ما در میزنن، میگه ببخشید نان ندارین، ببخشید قهوه ندارین. چون ما باشون بسیار راحت هستیم، دروازه ما برای همسایه ما باز است. باور به خدا کنین رسالت عزیز، من بعضی اوقات یکی از شاگردای من در امبولانس لندن کار میکنه و این برای ما بعضی اوقات میگه ما بعضی خانه ها را میریم که در اون خانه شخصی فوت کرده، 30 روز 40 روز از فوتش گذشته و از تأثیر بوی متعفن جسد ما خبردار میشیم که اونجا فوت کرده و میریم حکم میگیریم و در باز میکنیم، نفر پیدا میکنیم. چون ارتباط نیست. او محیطی که در اینجا هست و محیطی که در کشورهای اسلامی هست اونجا نیست. خب همسایه بسیار تأثیر داره و این خود شرایط دولتی هم بسیار تأثیر داره.